سارایوو پایتخت بوسنیا را حالت پرهیجان فرا گرفته است. هر سال جسدهای تازه تشخیص شده از قبرهای دسته‌جمعی در اطراف سربرینیتسا بیرون آورده شده در سالگرد قتل عام سربرینیتسا به خاک سپرده می شوند. نزدیکان و دوستان با ماشین حامل تابوت‌ها گل انداخته به یاد قربانیان سکوت می‌ورزند. در ماه ایولی سال 1995 در سربرینیتسا حدود 8000 مرد و نورس مسلمان از سوی نیروهای سرب کشته شدند. در سالگرد 20 این قتل عام مراسم دفن 136 جنازه برگزار می شود. تا حال تنها از 4 حصه قربانیان سربرینیتسا را تشخیص و از نو دفن کرده اند. انتظار می رود صدر اعظم آلمان انگلا مرکل برای چند ساعت از سارایوو بازدید کند. او با استفاده از این فرصت دولت بوسنیا را به راه اندازی اصلاحات اقتصادی و سرعت دادن روند همایش با اتحادیه اروپا دعوت می کند. مرکل قبلا در بلگراد با رئیس جمهور سربیا تومیسلاو نیکولیچ و دیگر مقامات این کشور ملاقات داشت. او حکومت سربیا را برای پذیرفتن نقشه کاهش خراجات که قرض دهنده ها طلب دارند ستایش کرد. در نشست خبری در کابل اعضای حکومت افغانستان در پی نخستین مذاکرات رسمیشان با طالبان علامت‌های مثبت را ذکر کردند. آنها مذاکرات در پاکستان را سازنده و امیدوار کننده به قلم داده گفتند دو جانب جهت ادامه مکالمه بعد از ماه رمضان توافق کردند. اما سنه مشخص برای روز مذاکرات نوبتی اعلان نشده است. این مذاکره ها از نخستین قدم های مشکل در راه به سوی ختم جنگ چندین ساله در افغانستان نام برده می شود. پلیس قزاقستان چندین تظاهرگری را که به نشان اعتراض به وضع قرض منزلشان در نزد یک بانک جمع شده بودند دستگیر کرد. بسیاری از قزاق‌ها برای خریدن منزل با اسعار خارجی قرض گرفتند و تقریبا در یک سال اخیر تا 20% کاهش یافتن قرب تنگه پول ملی قزاقستان این مردم را در وضع مشکلی انداخته است. بعد بازداشت‌ها تظاهرگران به افسران پلیس چسبیده رهایی همسفران خود را طلب کردند. آنها همچنین تلاش کردند تا راه کوچه را بند کنند ولی مقامات از این عمل جلوگیری کردند.